پس از جنگ و مرگ آیت الله خمینی، آیت الله خامنه‌ای به رهبری ایران رسید و چون مقبولیت کاریزماتیک رهبر قبلی را نداشت، تلاش کرد از تمامی تجربیات و روابط و یاران پیشینش استفاده کامل کند. در میان حلقه نزدیکان او یک حلقه را مداحان تشکیل می‌دادند. سرحلقه آنها شخصی به نام منصور ارزی بود. او نیز 3 مرید ارشدش را به پیشگاه رهبری ایران عرضه داشت: سعید حدادیان، محمود کریمی و محمد رضا طاهری. و با جمع شدن این افراد، سرحلقه های اصلی بزرگترین مافیای مداحی و مغزشویی رهبر ایران شکل گرفت.